کاری جلسه نوبتی شورای سران حکومت‌ها سروزیران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر مینسک جمهوری بلاروس با ملاقات پرزیدنت جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو با سران حکومت‌ها سروزیران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل آغاز گردید. ضمن ملاقات مهمترین مسائل فراگیری همگرایی دولت‌های اعضای اتحاد از قبیل اقتصاد و تجارت، سرمایه گذاری، علم و معارف، صنعت و کشاورزی، گمرک، معارف و علم، سیاحی، فرهنگ و تندرستی مورد بررسی قرار داده شد. سپس کار جلسه در دایره محدود و وسیع ادامه کرد. در جلسه شورا بیش از 10 مهمترین مسئله فراگیری سمت‌های گوناگون همگرایی دولت‌های اعضای اتحاد مورد بررسی قرار داده شد. از جمله تقویت همکاری‌های اقتصادی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل، نقشه میان مهلت عملیات مشترک کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل دایر به پیشگیری از پنجشوی بیماری‌های سیرایتی، سازشنامه در سمت امنیت سانیتاری در حدود کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل، سازشنامه در سمت همکاری در سمت به شغل فرا گرفتن اهالی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل وارد گردیده بود. ضمن برگزاری جلسه ذکر گردید که در زمان پهنشوی بیماری سیرایتی کووید 19 نتیجه براه ماندن فعالیت نیک کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بود که تا اندازه پسروی اقتصادیات در منطقه گرفته شده برای معالجه و پیشگیری گسترش بیماری سیرایتی با استفاده از تجربه متخصصان کشورهای دوست چاره‌های مشخص اندیشیده شد. سروزیر مملکت قاهر رسولزاده ضمن برگزاری جلسه تاکید داشتند تدبیرهای مشخصی که جمهوری تاجیکستان تحت راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل براه مانده است از پرینسیپ‌های دوستی، احترام متقابل و اعتماد، همکاری متقابلا سودمند و بررسی منفعت‌های همه جانب‌ها اساس یافتند و آینده نیز به خاطر تقویت بخشیدن همگرایی چاره‌های ضروری را ادامه می‌دهد. کار جلسه نوبتی شورای سران حکومت‌ها سروزیران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر مینسک جمهوری بلاروس با امضای سندها از قبیل سازشنامه درباره همکاری کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل عاید به آگاهانی در خصوص واردات و استفاده محصولات با نشانه‌های دروغین و مشخص نبودن کشورهای استحصال کننده، کنسپسیای نهادهای دولتی حاکمیت که اداره ذخیره‌های مالیوی را در کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل عملی می‌نمایند برای دوره تا سال 2030 و نقشه چاره‌بینی اساسی در سمت عملی سازی آن. تدبیر اندیشی مجموعی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در خصوص پیشگیری و مبارزه با بیماری سیرایتی چاروا در دوره تا سال 2025 پروتکل وارد نمودن تغییرات در سازشنامه همکاری کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در سمت گئودزی، خریطه‌سازی، کاداستر و بنقشه‌گیری فاصله‌ای زمین از 9 اکتبر سال 1992 و دیگر مسائل‌ها به انجام رسید.